ما کار را با نیت خدا انجام می دهیم. کار نمایشی نمی کنیم که مردم بفهمند یا ببینند. این کار را به برکت می کند. بزرگترین سرمایه جوان دل پاک و نورانی اوست. از این دل نورانی استفاده کنید. با خدای متعال رابطه تان را مستحکم کنید. اگر جوان که آمادگی دارد با خشوع، با ذکر، با تضرع، با توسل دل خود را با خدای متعال آشنا کند، نور معرفت الهی به دلهای شما خواهد تابید. ما در شرکت ساختمانی نوآوران کار را با نام خدا آغاز می کنیم تا نتیجهش نور علی نور باشد. نور از معرفت، نور از صداقت، نوری که به زندگی مردم می تابد.